من نمیخوام بمیرم. من نباید بمیرم. نه، من نمیمیرم. چرا اومدم به این منطقه که توسط هیولاها اداره میشه؟ اینجا خشخاش کشت میشه و مردی که این تجارت رو اداره میکنه پارماره. اون این تجارت رو به کمک سیاستمداران منطقه اداره میکنه. پارمار فقط یک دشمن داره، شیوراج گورچر. شیوراج در حیوان صفتی نسبت به پارمار 2 پله بالاتره. اغلب بین این 2 نفر سر به دست آوردن و کنترل کامل این تجارت درگیری های خونباری اتفاق میفته. هر دو میتونن برای سوددهی بیشتر دست به هر کاری بزنن و همین مسئله این منطقه رو تبدیل به جهنم کرده و در نهایت دست سرنوشت منو به این جهنم کشوند. اون شب آدمای شیوراج و پارمار سعی داشتن همدیگر رو بکشن و در این دهکده مرگ من زندگیمو دیدم. خب حال رئیست آجیتاکا چطوره؟ آجیتاکا خیلی عصبانیه. اون اصلا حاضر به افزایش قیمت مواد نیست. لطفاً بهش توضیح بده. تو یه مرد تحصیل کردی، تو میدونی با این رشد تورم اگه ما قیمتو بالا نبریم قطعاً از این اوضاع جون سالم به در نمیبریم. نگاه کن، اونا با 5000 تا کار میکردن ولی الان 20000 تا میخوان. یعنی تو میخوای قیمتو تا 300% افزایش بدی؟ آروم باشین آقای سواد. اگه تو درک نکنی کی درک میکنه؟ یه نگاهی به این خونه بنداز. الان 2 ساله که رنگ نشده. پدر بزرگم این خونه رو با جون و دل ساخت. اون وقتی این شکلی بود کارو شروع کرد و وقتی کارو تموم کرد در این وضعیت مرد. خب چرا؟ هر روز ماشینای جدید میاد بیرون. از 4 سال پیش تا الان همون اتومبیل میرونم. چرا؟ خب منم میخوام زندگی کنم، بخونم، برقصم، برم بگردم، خوش بگذرونم. میدونی که میدونی اگه آجیتاکا امتناع کنه چی میشه؟ داداش خودش جنسا رو تو بازار جهانی میفروشه. قمر در عقرب شروع شده. خورشید و زحل هر دو اونو یاری میکنن. داری سعی میکنی یه پرش بزرگ انجام بدی. تو نمیتونی تو بازار جهانی قدم بذاری. بی خیالش شو. فکر کردی تاکا میذاره تو از جات جون بخوری؟ اون زندگی تازت میگیره پسر. فهمیدی چی میگم؟ حواستو جمع کن. شیوراژ چی میگفت؟ شاید نتونم تو بازار جهانی خیلی خوب باشم، ولی اگه تاکا سعی کنه پاشو تو در تیپور بذاره زنده زنده میسوزونمش. تو هم سر به سرم نذار، چون من واسه سلامتی ضرر دارم. پارمار چی میگفت؟ اونم این شیوراج خیلی پررو شده قربان. اونا دیگه چه احمقایی، با این قدرت کم چه زود مغرور شدن.
این موفقیت های کوچیک کاری کرده که جایگاه اصلیشونو فراموش کنن. متقاعد کردن اونا کار سختیه قربان. ولی گیج کردنشون کار راحتیه. چطوری؟ میخوای همه چی رو بدونی؟ ببخشید قربان، فقط پرسیدم. هی بلند شو، کامیون جناب شیوراژه. جانم قربان. هیچ اشتباهی نمیکنی ها. همه افرادی که تو کامیون هستن میکشی، بعدش جنس رو برمیداری. بله قربان. هی فکر کنم یکی از آدمای پارمار باشه. زیرش کن. خیلی دیر شده. چرا کامیون هنوز نرسیده؟ میشه یه چیزی بگم؟ بگو. چرا ما منتظر کامیون هستیم؟ ما اینجاییم که جنسا رو غارت کنیم، درسته؟ سپاش بریم یه نگاهی بندازیم. چه اتفاقی برای کامیون افتاده؟ جنسا گم شده؟ قربان یکی قبل ما جنسا رو دزدیده. عقلتو از دست دادی؟ چی داری میگی؟ منم شوکه شده بودم قربان. بگو ببینم کی به جز ما جرأت کرده محمول شیوراجو بدزده؟ نمیدونم قربان. سر در بیار، پیداش کن، وگرنه دست پاتو خورد میکنم، بزنم تو سرت، برام بیارینش. همیشه دختر رو اذیت میکنه. داداش، سیارات از ستارگان اقبال تو در یک موقعیت مساعد هستن. هیچ کس نمیتونه بهت آسیبی برسونه. حتی اگه انبالت هم بدوزن بازم گوشان. رئیس بیا، خودشه. اون جنسه ما رو دزدیده. چی؟ تو به این کوچولی اون وقت دنبال شکار بزرگ هستی؟ کوچولو ها اغلب شکارهای بزرگ میکنن. وای چی؟ هی تو چی گفتی؟ الان چی گفتی؟ داشتم در مورد این پشه صحبت میکردم. تو جنسه ما رو دزدیدی و آرام داری برامون زرنگ بازی در میاری؟ من ندزدیدمش، از شر پارمار نجاتش دادم. ها؟ جنسا جاشمه، الانم پشت خونته. ها؟ خب حالا از من چی میخوای؟ فکرم اینه که بذاری برات کار کنم. از فکرت خوشم میاد. پس فطرت اسم چیه؟ راجکومار، رومئو راجکومار. این جانش. هی ماجنو، ببین این واقعا چیزی بارش هست؟ قربان شنیدم که شیوراج اومده برای افتتاحیه بار.
بتره کنون کسافتو اینه یه مشلهش کنم سرت کن منو نه اونو بله قربان زود باشی قربان آخر بتره کنیمش یا اینه یه موش له و لوردش کنه یکی بمال خیش از چی بگم و از چی بگم دختر مردم پکرم کرده. چه دختری؟ از وقتی دیدمش همه چیز به نظرم زیبا میاد. تو هم خوشگلی، تو هم خوبی. دیگه تمومه. بگیر به محض اینکه ماشینشون بنزین بخوره بمب از هر دو طرف منفجر میشه میشه. یه چیزی بگم؟ بگو. آخرین بارم که جون سالم به در بردم. بهتر نیست این بار ماشین خودمون رو منفجر کنیم؟ خود بسرت دارم یه ماشین جمعش کن بدو بریم زود باشیم برو دیگه بدو. امروز روز خوششانسی شماست. امروز هیچ کس نمیتونه شما رو لمس کنه. امروز خدایان خورشید با بخشندگیشون به شما برکت میدن. رئیس پشت سرتو نگاه کن. کیه؟ اون پس فطرت میخواد بکشتمون. بیا اینجا. ها؟ تو کجا داری در میری؟ اونجا رو ببین. کتم آبرومم ببینم تو از کجا میدونستی که اون جلو بمب کار گذاشتن؟ یه پرنده بهم گفت. اون ها؟ وقتی ماشین در حال حرکت بود متوجه اون پرنده شدم که وسط هوا و زمین نشسته بود. اون زنگ خطر رو به صدا در بود. چه به موقعم بود. از امروز تو دست راست منی. همونطور که گفتم رئیس، امروز هیچ کس نمیتونه شما رو لمس کنه. اون پرنده شما رو نجات داد. به اون شعله نگاه کنین، همونجا که بمب منفجر شد. من 14 سال بیوقفه کار کردم ولی حالا تو جوجه شدی دست راست رئیس. سره؟ 14 سال؟ واسه همین همیشه سرپایی؟ تو هیچ وقت نمیشینی؟ حق با رئیس بود. تو یه آدم عقب افتاده ای. منو نزن. چی؟ بهت میگم منو نزن. چرا؟ چرا؟ رئیس آنانراج با قطار فردا صبح داره میاد که پارمار رو ببینه. پارمار فقط به خاطر آنانراج و لاکاس که جرأت مقابله با ما رو پیدا کرده. اگه پشتیبان نداشته باشه دیگه نمیتونه قد علم کنه. حسابشو برسیم. برای قربان. اگه از این طرف پیاده شد من میکشمش. اگه از اون طرف پیاده شد تو میکشیش. سلام آقای آناندراج. سلام چمدونا رو بیارید. اوضاع چطوره؟ همه چی خوبه. سفرتون به بوپال چطور بود؟ عالی بود. یکم طولانی بود ولی خوب بود. ببینم خبر اومدنمو دادید یا نه؟ بله خوبه. پس چمدونا رو بردارید و ببرید. این اینجا. به چی نگاه میکنید؟ اون پس نزد رو بگیرید. کجا سیر میکنی؟ اگه نکشته بودمش اون ما رو کشته بود و الان اون دنیا بودی. من همین الانم مردم. چی میگی تو؟ آب نباتم منو کشت. آب نبات؟ آره این احمد باعث شد آب نباتمو گم کنم. بدجوری خراب رفیق. بریم. نشونت میدم مادر. بریم. چی شده؟ آقای نماینده مرد.
من آناندراجو کشتم. بسیار خوب قربان. ترتیبشو بده. کجا میتونم لکا رو پیدا کنم؟ تو مزرعه نزدیک کوه. بکشیدش. دالیا دخترها هنوز نرسیدن؟ اونا اینجا؟ اونجا وای نستید. برید تو. انقدر ملایم نباشین، محکم‌تر بمالین. زود باشین. وای خدای من، انقدر محکم‌تر. یکم یواشتر. به نظر من جناب لاکا هنوز یه پسر بچه است. یه پسر بچه شیطون رو بازی کنه. هی چی کار میکنی؟ بسته دیگه، چه سور و بازویی؟ چپ. برو نزدیکش. یکم دیگه نزدیکتر. ای کجا داری میری؟ ای لاکای پس بفرد. تو میخواستی ما رو بفرستی اون دنیا؟ الان خودم میفرستمت. من دیوونه لعنتی مگه کوری؟ من لعنتی مگه کورم؟ دیوونه برو گم شو تمامش. فکتو نگو. چندش. فکر کنم استخونش شکسته. چته تو؟ آب نباتمو دیدی؟ خوب رانندگی میکرد نه؟ تو و اون آب نبات چوبیت بیا اینجا. بیا آب نباتی نشونت بدم که کیف کنی. وایستا کمکم کنه. من داشتم میمردم همش به خاطر تو و اون آب نباتت. وایستا. بیخیال دوست باشین؟ خونه نباتی رو کشتم. حالا نوبت توه. وایستا. کمکم کنید. وایستا. آب نبات. تو 3 روز وقت از من خواستی تا جسد لاکا رو برام پیدا کنی. اون وقت تو اونجا وایسادی و هیچ غلطی نتونستی بکنی. اونا آدمای قدرتمندی هن جناب پارما. درست مثل شما میدونین که من نه طرف شما هستم نه طرف شیوراج. من یه سگم که فقط دنبال استخونم. من پیشنهاد میکنم که با شیوراج مصالحه کنید. یعنی بذارم که اون از کشتن آدمای من لذت ببره و من عزادار و بیش از اون تنها بشم؟ نه، اگر مصالحه نکرد خب بکشش. تازه اگر حاضر به مصالحه هم نشد خب بازم میتونی بکشش. یک قرار ملاقات بذار. اومدن.
ای پارمر، چرا اینجا خواستی منو ببینی؟ واسه مصالحه؟ تو 2 تا از دست راستای منو کشتی. آره، چون سعی کردی منو بکشی. هنوز فرصت هست، با من دست دوستی بده، و اگر نه تو نفر بعدی لیستم خواهی بود. آی! تو فکر کردی واسه مصالحه اینجا خواستمت؟ آره؟ تو از اینجا زنده بیرون نمیری. فهمیدی؟ نه 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 نه. خدای من وای. آفرین. تو گفته بودی که اون 60 آدم میاره، ولی فقط یک از آدمان برای این 60 کافیه. چه؟ متعجب نشو آقای پارمر، شما به من پول دادین ولی ایشون پول بیشتری به هم دادن. منم یه سگم که واسه استخون هر کاری میکنم، شما هم اینو میدونین. من همین پیشنهادو به شیوراجم دادم. پس فطرت کثافت. تو نه، تو برو. ای پس فطرت. این کیه داره میاد؟ ببین یه بچه فرستادی منو بکشه. بیا 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 بغل عمو، بیا ببره من ددر آبدم و چوبی هم واسه میخرم. ساکت شو، وگرنه بعد قاطی میکنم. ای آشقالا به چی نگاه میکنین؟ زود داشتی بکشیدش. رئیس برو کنار. رئیس جان، زمان و ستاره به کامه. ببینمت. نیم ساعت دیگه میتونیم مونا رو توی بیمارستان ببینی. مونا تویی؟ چطور ول کنین بریم بزنیدش. عمو جون اومدی بغل عمو؟ من الان تو بغلتم، منو ببر دادم. حتما. خدا رو شکر، اگه بهش گفته بود بیا بهت غذا بدم اون وقت معلوم نبود چی میشد. ها؟ خوب گوش کن چی میگم. یا صلح یا مرگ. یه چیز دیگه، اصلا سر به سر من نذار، چون واسه سلامتیت ضرر دارم. ای بیریخت،
کی؟ من تو بغلتم تو داری تفکر میکنی. منو بذار زمین. برو بذار باد بیاد. مثل اینجوری بپرسم، به نظر تو عشق بزرگتره یا دوستی؟ از اون نظر دوستی. چرا؟ چون عشق مثل شیرینی میمونه، زیادیش دلتو میزنه. اما دوستی وقتی با کسی رفاقت کنی همیشه کنارت میمونه، هیچ وقتم دلتو نمیزنه. خب من باید شیرینی عشق رو بچشم. نمیدونم الان آب نباتم کجاست. نگاش کن. چی شده؟ دوباره موقعی کتک خوردن بابت عشق تو شد. نه اینطور نیست. البته که هست. میتونم فرار کنم؟ بودا دیگه چی کار میکنی؟ ببین اونجا رو نگاه کن، انگار یکی اون توه. یکی تو اون خونه است. کی میتونه بره تو اون خونه و اون مرد رو نجات بده؟ کمک! یکی شوهر پیر منو نجات بده. خب من داخل شدم، ولی خارج شدنش ممکنه سوزناک باشه. کسی اونجاست؟ آقا! من اومدم اونو نجات بدم. پس کی منو نجات میده؟ من حتی دنیا رو درست ندیدم، یک جوان ناکامم. کسی اونجاست؟ آقا آخر باش. من زندگیمو به خطر انداختم که این جنازه رو نجات بدم. چه؟ آب از کجا بیارم؟ یه دقیقه صبر کن. آب یخ لطفا. آب یخ؟ خونه داره میسوزه، اون وقت تو آب یخ میخوای مردک؟ خاک بر سر من. زود باش. الان میارم. بیا. هی آخرین باره آب یخ بریز. چش بیا. بجم دیگه، بخورش. زود باش دیگه، چی کار میکنی؟ لفتش نده، قورتش بده. زود باش بلند شو. چی کار میکنی؟ بده. من نمیرم بیرون. همسرم 50 سال گذشته زندگی با جهنم گذشته. نمیخوام برم بیرون، میخوام همینجا بمیرم. بجام حلقوم زن رو تا الان مشاهده کردم. پاشو بریم بیرون. تو از اینجا برو. همسرم منو میکشه. پاشو بینم این افعالیم نیست. آقا پانایشگاهی بلده. چرا خدا کمکم کنید، نمیخوام برم بیرون. حفظه باشه. این تحویل شما. خیلی ازت ممنونم. یکی هم ما رو تحویل بگیره. خیلی ازت ممنونم. آخه چند بار بهت گفتم خونه آتیش گرفته، ولی تو اصلا حالی نبود. اینجا کلی آدم هست، اما فقط تو از خودت شجاعت نشون دادی. تو یه قهرمان واقعی هستی. میخوام ازت تشکر کنم. ببین چه بلایی سرم آوردی. تو چشماش عشق دیدم، تو چشماش عشق دیدم، من بدجوری باریدم. وایسا دیدم آب نبات چوبین با من دست داد. تو دیگه کی هستی؟ عمو جون من راج کمارم. یه نگاه به خودت بنداز احمق. اینجا کلی آدم هست، اما فقط تو از خودت شجاعت نشون دادی. اون تو یه قهرمان واقعی هستی. میخوام ازت تشکر کنم. یعنی شانده بدونین که منو بشناسه از هم تشکر کرده؟ یالا رابیو. خوش میدی؟ خودتی؟ یعنی تلاش من برای نجات این پیرمرد بیفایده بوده؟ چی؟ یالا رابیو فرید.
تو داری میخوری. بریم ببینم. عجب پسری. من نتونستم درست ببینمش. باید اسم و شمارش رو میگرفتم. هی ساکت شو. اون میخواست منو تحت تاثیر قرار بده. اگه اون فقط برای تحت تاثیر قرار دادن میتونه با جونش بازی کنه، تصور کن برای عشق چی کار میکنه. هی جلوتو ببین. آهای تو دیوونه شدی؟ اول تو رستوران کاری کردی بزنم تو گوشت، بعد ماشینمو تعقیب کردی و پریدی تو آتیش، حالا خودتو انداختی جلوی ماشین من. پس تو همه چیزو فهمیدی؟ تو میدونی من کیم؟ ها؟ تو دختری منم پسرم، دیگه چی میخوای؟ هی تا حالا خودتو تو آینه دیدی؟ حتی قدت هم به من نمیخوره. آره پس تو فقط عاشق آمیتا باشا میشی. میدونی چند کیلویی؟ مگه من چیزی گفتم؟ من خودمو باید وقف دادم. تو فکر کردی کی هستی؟ من کلی خواستگار از خانواده‌های بزرگی دارم، همشون هم میخوان با هم ازدواج کنن. هی من عاشقتم. اینو نمیتونی بفهمی؟ پسرای خانواده‌های بزرگ. هی اگه هر پسری از هر جایی نزدیکت بشه دست و پاشو میشکنم. تو فقط با من ازدواج میکنی، یادت بمونه. عشق ربطی به قد و وزن و رنگ نداره. عشق از اینجا به وجود میاد، قلب. من اشتباه بزرگی کردم قربان. من فقط یه بسته مواد توصیدم، اونم فقط برای مصرف خودم. لطفا منو ببخشید. رئیس نهار آماده است، همه منتظرن. بفرمایید. آماده است. بله قربان. قول میدم. میخوای تو رو با چاقو بزنم؟ برو اونجا گریه کن. از گرسنگی عقلم درست کار نمیکنه. تو چی فکر میکنی؟ باید چی کار کنی؟ ترشی انبه با تیکای مرغ مخلوط کنید و بخورید، مزهش عالی میشه. چی میگی؟ ای من در مورد پارمار حرف میزنم. 2 روز گذشته و بهمون جواب نداده. برید کارشو بسازید. چشم بیا بریم. مرغ ترشی چی بود دیگه گفتی؟ ای ترشی بریز رو مرغ. قربان در تاریخ فرداتون ماه در خونه پایین قرار گرفته. یه تغییر بزرگ قراره تو زندگیتون به وجود بیاد. ما فقط باید مراسم دعای بزرگ رو راه بندازیم. فردا بهترین زمان برای این کار قربان. میخواید مقدمات دعا رو فراهم بکنم؟ خوشمزه است. داداش فقط 3 بار غسل کنید، تمام تالو زندگیتون خواهد چرخید. 1 وای 2 چرخی زندگی چرخید. اینجا خیلی سخت محافظت میشه. چجوری بریم تو؟ ای گاوه، به چی نگاه میکنی؟
بریم راجکومار، این گاو مشکوک نگاه میکنه. بیا از این طرف، نه از این ور. بیا از این طرف. ما ترسو نیستیم. من قبلا هم تهدید شدم. 50 روز تا پشت منه. شیوراج فکر کرده کیه؟ تو این کار من پدر اونم پدر. قد کرد. این کیه؟ ببخشید قربان. عمو جون صدام کردی؟ دخترم غذا خوردی؟ نه الان گرسنم نیست. باشه عزیزم، چشم. هر موقع گرسنم. چیه؟ اون عموی آب نبات منه، نمیتونیم بکشمش. های رئیسه، بیا تو باهاش حرف بزن. مرد تیکه گاو. الان زمان مناسبی برای کشتن پارمار نیست. برگردید، رئیس فردا باهاتون صحبت میکنه. رئیس نقشه کشتن پارمار رو لغو کرده. دیدی؟ این قدرت عشق منه. هی کجا رفتی؟ باز برق رفت. داری چی کار میکنی؟ لباسمو در میارم که اگه خواستی منو بکشی خونی نشه. آخه اصلا دوست ندارم لباسم کثیف بشه. بی سر صدا از اینجا برو وگرنه. اگه با عصبانیت بگی نمیرم، ولی اگه عاشقانه بگی حاضرم بمیرم. هی تا 3 میشمارم، اگه نری جیغ میکشم. دیوونه. فکر میکنی دارم شوخی میکنم؟ 1 2 ببین تا 3 میشمارم و جیغ میکشم ها. میدونستم جیغ نمیکشی. فردا میای به دیدنم، معبد شیو ساعت 8 صبح. اگه دیر بیای من میرم، باقیش دیگه به خودت بستگی داره. معلوم هست تو کجایی؟ من تو معبد منتظرتم. سلام. تو یه ساعته که منتظر منی درسته؟ من منتظر تو نبودم. که اینجا؟ اومدم تا بابت اشتباه دیشبت از خدا طلب بخشش کنم. از اینجا؟ آره از همینجا. باشه، طلب بخشش کن. منم ازش تشکر میکنم از همینجا. خدایا شکرت که من عاشق این دختر شدم و دیشب یه جورایی من باید بگم ازت خوشم اومده.
به به چه زمان مناسبی. این همه آدم بیرون معبد چی کار میکنن؟ این همه آدم بیرون معبد چی کار میکنن؟ هی بریم بریم کنار 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 بریم کنار. چه خبر اینجا؟ بفرمایید داداش شیوراژ بفرمایید. میمون الان در موقعیت ماره. عجب زمان مناسبیه. حتما با دیدن ما در کنار همتون تعجب کردیم. ما دیروز همدیگر رو دیدیم و فکر کردیم به جایی که همدیگر رو نابود کنیم بهتره که این دشمنی رو فراموش کنیم و با هم فامیل بشیم. این وصلت برای هر دومون منفعت داره. از امروز این روستا نه یکی بلکه 2 ارباب خواهد داشت و بعد از این فقط خوشحالی و خوشبختی. فقط خوشحالی و خوشبختی. یکی بس نبود، حالا شدن 2 تا. امروز برادرزادم چاندرا رو با شیوراژ نامزد میکنم. مبارکه مبارکه. آقای عابد. بله زمان مبارک چه وقتیه؟ قربان دشتری بهترین روز برای عروسیه. عالیه. ماه بعد در روز دشتری چاندا و شیوراژ با هم ازدواج میکنن. عروس من کجاست؟ تو اتاق حبس شده. من به زور متوسل شدم اما اون بازم قبول نکرد. این کار بسپار به من. میرم رازیش میکنم و میارمش. اگه موضوع کاری بود از زور استفاده میکردم، اما وقتی موضوع علاقه و عشق و محبته، من با قلبم فکر میکنم. خوب به من نگاه کن. تو نمیتونی هیچ جا یه مرد مثل من پیدا کنی. تو خیلی خوش شانسی که من ازت خوشم اومده. همشا چه خجالتیه. فکر کرده میتونه از دست من فرار کنه. هر جا که بره من باز پیداش میکنم. بیارش. دختر رو بیار اینجا. نشنیدی چی گفتم؟ بیارش اینجا. هی مگه کری؟ دختر رو بیار اینجا احمق. یه عروسی پر زرق و برق را میندازی. این بدشانسی از کجا اومد تو تاله داداش؟ چاندا فقط مال منه. من عاشق اونم. تو چی گفتی پس فطرت؟ تو این نوکرزاده با چه جرأتی همچی فکر کردی؟ چاندا هم منو دوست داره. بی پدر و مادر میدونی کجا وایسادی و با چی داری حرف میزنی؟ لعنت به تو کثافت. دست و پاتو میبندم و جلو چشمت باهاش عروسی میکنم. شیوراژ!
ساکت شو وگرنه قاطی میکنم. زندگی من دوتا چیز وجود داره، عشق 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 یا جنگ جنگ جنگ. اگه بخوام میتونم همین هرات چاندار از اینجا ببرم، اما این کارو نمی کنم چون من یه مردم. من برای پول هر کاری میتونم بکنم، پس فقط فکرشو بکن. برای عشقم چه کارایی میتونم بکنم؟ عروسی روز دوشنبه است ها؟ از همه چیزو تدارک ببین، تو خونه تو و در حضور تو. اما این منم که با چاندا ازدواج میکنم، نه تو. اگه میتونی جلومو بگیر. قربان، همه چیز رو در مورد راجکومار فهمیدم. اون از باگالپور اومده، اونجا 4 تا پرونده شرارت داره. اگه اطلاعات درست باشه امیدوارم معلوم نشه که طرفمون یه پلیس مخفیه. اون پس فطرت رئیس رو به مبارزه طلبیده. شما چی فکر میکنید؟ کی برنده میشه؟
من یا اون؟ حرف بزنید، کی برنده میشه؟ رئیس جان شما چتون شده؟ شما یه اربابی ولی اون فقط یه گداه. وضعیت سیارات به نفع شماست. دشمنان شما هیچ شانسی برای مقابله با شما ندارن. اون پسر اصلا در حد شما نیست. بله رئیس، شما پیروز میشید. پس چرا زودتر نگفتی؟ به این دلیل که شک داشتی. همین شک تو دل همه اهالی روستام هست. حتی چاندگی منم ممکنه همین شک رو داشته باشه. اگه اون روز تو معبد جلوی همه اونو میکشتم، اون وقت چاندا دلش برای اون میسوخت. اما منم که مردم. من روز دشری ازدواج میکنم و بعدش یه بلایی سر اون کرم میارم که چاندا خودش به راحتی با ازدواج من موافقت کنه. کجا داری میری عزیزم؟ تو دیگه کی هستی؟ اون بیندوه. از امروز اون همیشه همراه توه. برای چی؟ برای اینکه تو همسر آینده منی و اگه اون احمق بیاد اینجا به عشقمون قسم میخورم که مثل یه سگ میکشنش. میدونی تو یه گل خیلی زیبا و حساسی و من میخوام با عشق از بوی خوش تو لذت ببرم، نه با له کردنت. مثل یه مرد شریف. قدمون که به هم میخوره، رنگمون هم میخوره. خدا در تخته رو هم جور کرده. حدس میزنم همش داری به من فکر میکنی. ای کاش اینطور بود و دلم برات تنگ میشد، ولی اون شیوراج زندگیمو به جهنم تبدیل کرده. الان قمر در عقربه. رئیس چه خبره؟ رئیس، چاندا و راجکمار داشتن با هم تلفنی حرف میزدن. من تحت تاثیر کسی قرار میگیرم که بتونه خوب برقصه، باید بتونه انگلیسی حرف بزنه، باید به انگلیسی برام شعر بخونه، باید لباسای مد روز بپوشه و خوشتیپ باشه. اگه کسی همه اینا رو داشته باشه اون وقت من عاشقش میشم. چاندا، حالا شیوراج میاد که قلب تو به دست بیاره. رئیس، ایشون پروفسور هستن. اون جوری بهتون انگلیسی یاد میده که چاندا کاملا عاشقت بشه. ایسا بخیر قربان. بشینید. شروع کنی؟ بی احترامی میکنی؟ قربان، بی احترامی نکردم. منظورم ای مثل اپل. پروفسور، ایشون این چیزا رو بلدن، تا کلاس 4 درس خوندن. چی فکر کردی؟ من انگلیسیم خوبه، بله. فقط یکم تو حرف زدن مشکل دارم. بسترد. چی گفتی؟ بسترد یعنی یه آدم خاص، کسی که نه تنها آدم خاصیه بلکه پدر و مادر خیلی خاصی داره. همه دخترای روستا عاشقش میشن. دمت گرم. رئیس ما خیلی باهوشه. جناب استاد، بهش یکم شعر و شاعری انگلیسی یاد بده. وای شعر یاد بدم؟ آره عزیزم، یه شعر خیلی زیبا به رئیس من یاد بده. این 1 سال طول میکشه. یکی با یه روز، یه ساعت. بولشت یعنی چی؟ بولشت، این اسم یه شعره. بولشت. وای خیلی زیباست، خیلی زیباست. به رئیس منم یاد بده. باشه. پسره به دختره میگه که من بول تو هم و تو هم شد منی. بابا خیلی زیبا شعر میگه. اگه بیایم کنار هم ما میشیم بولشت. این جفنگیاتو تو از کجا یاد گرفتی مرد حسابی؟ شما بگی. بگی شما بگی.
تو بول منی. بول نه بول آره من بول تو و تو شت منی. خیلی زیباست خیلی زیباست. اگه بیایم کنار هم ما میشیم بولشه. من بول تو و تو شت منی. اگه بیایم کنار هم ما میشیم بولشه. همه با هم همه با هم همه با هم. من تو شت منی و تو شت منی. من بول تو و تو شت منی. چه میکنه؟ نگاه کن رئیس. این چیه؟ این رقص خیلی پرطرفدار و جدیده رئیس. انجام بدین رئیس جان انجام بدین. اینجوری بایستا. این به درد نمیخوره. برافو دیوار میشناسی؟ همون جوری که اون میرقصه رو بهم یاد بده. من میخوام اونجوری برقصم. اون رقصه که تو تا سال دیگه هم نمیتونی یاد بگیری. منم همین فکر رو میکنم. اما اگه میخوای سالم باشی و بازم بتونی برقصی پس به رئیس رقص یاد بده. شروع کن ببینم چی کار میکنی. بجنب. بیا. ولی این رقص 2 نفر است. به یه دختر نیاز داری. سلام راج. از کجا فهمیدی دارم به تو فکر میکنم؟ من از دست عصبانیم. مگه من چی کار کردم که تو عصبانی شدی؟ بگو. تو زنگ نزدی برام آرزو کنی. آرزو؟ مگه امروز جشن تولدته؟ فقط آدمای پولدار جشن تولد بگیرن. معمولا تو جشن تولد برای هم آرزو میکنن. نه بیشتر فکر کن آب نبات. اینقدر اذیت هم نکن. خب بگو موضوع چیه؟ موضوع خیلی جدیه. آب نبات من. شیراج. ها؟ یکی از افرادت همون که کچله، همون که سیبیلای پهنی داره، خیلی بد منو نگاه میکنه. باشه الان میپرسم. هی اسم تو چیه؟ بگو اسمت چیه؟ نمیگه. بیا خودت بپرس. بگی. حالا شد. بگو. امروز 10مین جشن طلایی مونه. جشن طلایی؟ این دیگه چی؟ بعد از گذشت 500 ساعت و 50 دقیقه و 50 ثانیه از موقعی که برای اولین بار دیدمت بهت زنگ زدم. برای همین از دستم عصبانی شدی؟ تو که احساس منو به خودت میدونی. تو هیچ وقت ازم تعریف نمی‌کنی آب نبات. گوش کن. نقشه همونطور که گفته بودی داره پیش میره. اون احمق داره مثل دلقک و رقص زبان انگلیسی یاد میگیره. با اون هیکل گنده یه جو عقل نداره. تا روز دشری اونو کاملا دیوونه میکنی. آرزو کن که موفق بشم. چی؟ آرزو کنم؟ من که همش دارم برای تو آرزوهای خوب میکنم. پس برام آرزو کن. حرفمو باور نمیکنی؟ ای چنده چرا صدات همچین شد؟ ای کثافت. ای رئیس این لقب متعلق به شماست. انگلیسی و رقص که خوب یاد گرفتی. آشپزی هم خوب یاد بگیر. چون روز عروسی میخوام دستپخت شما رو بخورم. یادت باشه من نون پر شده با مرغ خیلی دوست دارم. تصویر همه ستاره جای درست بودن اما اون همه ستاره رو به هم ریخت. اندازه دور بازوهای من از اندازه دور رونای اون بیشتره. ولی من باهوشترم. بندا. بله رئیس. چغلیای تو همه چیزو خراب کرد. تو نگران نباش. برای تو من یه مرد شریفم. من دوستت دارم. خوبه میخوایم بازی کنیم. بازی میکنیم. بازی خوش میگذره. خیلی خوش میگذره. خیلی خوش میگذره. بعد دشمنی با رئیس باتم تو رستوران و اون میشینه غذا میخوره. حالشو جا بیارین. من خطرناکترین خلافکارای این منطقه را آوردم.
بزنیدش. میبینم تو رو راج کماری. آره در این فکر میکنی من چجوری این کار کردم؟ بهتون میگم. اینو ببین. راجکمار منو نزن، من که رو دست بلند نکردم. بفرمایین. نباید جلوی کوچکتر رو تقسیم کنی، باید بغلشو کنی. یه بغلم عمو جون. دعا میکنم زندگی پر از شادی باشه، پر از خوشی و برکت. این چیه؟ راجکمار اینو فرستاد و گفت وقتی من این تاج محل رو به شما میدم تو چشمای شما اشک جمع میشه و من اصلا نمیتونم اشک کسی رو ببینم. اون گفت شما فراموشش کن یا با شیوراژ ازدواج کنی. اون این آخرین هدیه رو برای شما فرستاد. بیاین بفرمایید ببینید اینجاست. اونهاش. قربان قربان بزنش. کچل قربان با چی کدگه میزنی؟ آقا من چی کار کردم؟ اینو ببینید. این چه؟ حرفای این احمقو باور نکن. احمق منو میگه تو جشن دشری ما ازدواج میکنیم. قطعا. چی رو نگاه میکنی ها؟ بزنش. بزن منو بزن دیگه. بجو تو هم بیا آرومتر بزن ولی کتک هم بزن. بزن دیگه آروم روانی یواش. کثافت. برو به درک. هی تو بیا. تو هم بیا منو بزن. اصلا منو بزنی تیکه پارم کنی. بیا. مشترک مورد نظرتون برای شما همیشه در دسترسه. ولی شارژ من داره تمام میشه. آب نباد. شوخی نکن. چرا؟ بفرمایین همینجا. خوش اومدین قربان، خوش اومدین قربان. خیلی خوشحالیم که فروشگاه ما رو برای خرید عروسیتون انتخاب کردین. پروردگار شما رو بسیار زیبا آفریده. نمیتونم چشم ازتون بردارم. ببخشید قربان، چیکار میتونم براتون بکنم؟ بهترین و گرونترین ساریه. مغازتون نشونم بده. بله بفرمایید قربان، بفرمایید. اینو ببینید. خیلی زیباست. مثل ابرای سیاه دور برشو نگردیم. اون طرف ساریای زیادی هست. بیاین بریم. بیندو بیا یه نگاهی به اون طرف بندازیم. این کیه؟ من تا حالا ندیدم اینجا کار کنه. این چطوره؟ بالاخره قلبش به سوز گداز افتاد.
قشنگه. میشه امتحانش کنم؟ هی اون یکی رو نشونم بده. هی گفتم اون یکی. باشه الان میارم. به نظرت چطوره؟ مردونه اون بره. چه صحبت عوضی؟ دارش بیار. هی! اول برو مثل یه مرد واقعی راجکومار منو شکست بده، بعد بیا سراغ من. اون وقت باهات ازدواج میکنم و ساری که تو میگی رو میپوشم. تو یک کله گاو چند تاشون راه هستن و میشه راحت کنترلشون کرد. اونا که سرکشی میکنن و باید با شلاق رامشون کرد. اگر امروز پدر مادرم زنده بودن بازم این کارو با من میکردی؟ پدر و مادرت دیگه زنده نیستن، مردن. من تنها فامیلتم. تو کاری رو که من بهت میگم و میکنی، نه چیز دیگه. نه چیز دیگه. پدر و مادرت مردن. آره، به چه جرأتی اینقدر بی حیا شدی؟ فکر کردی کی هستی ها؟ فکر کردی کی هستی؟ کی هستی؟ آیا آبروی من در میونه؟ نمیتونی هر کاری دلت خواست بکنی؟ دیگه حق نداری. همینی؟ اگه بشنوم دوباره اسمشو به زبونت آوردی، زبونت از حلقومت میکشم بیرون. همین که گفتم. طراحی کارت عروسی محشره. تو تمام روستا پخشش کنی. عروسی چاندان خیلی مجلل باید برگزار بشه. مطمئنا مجلل میشه. خفه شو. همه جا آتیش بازی میکنن و رومئو از حسودی میمیره. این چه؟ این صدا از کجا در اومد؟ اون طرف افتاد ولی این صداش از این طرف اومد. جونمونو برداریم بریم. بیایی رئیس! رئیس کجایی؟ آی رئیس! آخ چرا هول میدی؟ چرا منو آوردی اینجا ها؟ بگو ببینم چرا منو آوردی اینجا؟ چی گفتی؟ یعنی که بذار من فقط پرسیدم چرا منو آوردی اینجا ها؟ چرا؟ کمربند در میری ها؟ کمربندتو چرا در آوردی؟ میخوام منو بزنی عموی همسر آینده من. بگیر منو بزن. من؟ آره عمو تو. آخه چیزه تو خیلی کم سن و سالیه، نمیشه که من بزنم له میشی. یه چیزی بده. خوبه؟ نه اینجوری نه. بذار برات یادآوری کنم. نه ببین. ای عمو. من بزرگتره تا بکن. آخ وای درست همون. بگیر. ببین حالا تو بزن. نه بگیرش عمو.
ببین من بزرگتره تا بکن، نباید این کار با من بکنی. بیا خیشو. وای وای یواش یواش. نزد کمک. اگه یه قدم دیگه برداری میکشمت. شنیدی چی گفتم؟ اشتباه کردم. زمان اشتباه من میدم. بزن یواش. آخ ماما. وای ماما. وقتی که میام با چاندر ازدواج کنم، اگه یه خراش دیگه رو بدنش ببینم زنده پوستتو میکنم. آی باز زدی. درسته پدر و مادرش مردن، ولی من که زنده هم. فهمیدم بابا، فهمیدم. بریم اون طرف رو ببینیم. سگات اومدن دنبالت. ببین صدات در نیاد وگرنه قاطی میکنم. غلط کردم. خوبه. آی خوب. بوی بابلوم در خطری. رئیس کجا رفتین؟ الان 3 ساعته که داریم دنبالتون میگردیم. اوه هیچی نپرس. هیچ وقت رئیس ها اینقدر عصبانی ندیده بودم. ببین چشاش چقدر قرمز شده، خون جلوشو گرفته قرمز شده. میترسم نگاش کنم. آخ رئیس ما خیلی نگرانتون بودیم. بابا اون منو زد. بابا اون پسرتون کتایشه. اینجا رو نگاه. حالا اونجا رو نگاه. مهمون داریم. دارم میام. باشه چشم. آدم تو آرامش هم نمیتونه گریه کنه. اون راجکمار عوضی تهدیدم کرد. ای عمو، ولی من نترسیدم و خیلی رک و راست بهش گفتم چندان فقط با شیوراج ازدواج میکنه. بله میخواستم جیلوشو بگیرم و خفش کنم، ولی همون موقع افرادم سر رسیدن اون کثافت فرار کرد. به خاطر اون. رئیس من بهت نگفته بودم ستاره ها شدیدن طبق خاص شما و هر کسی هم که تحت حفاظت شما باشه هیچ وقت آسیبی بهش نمیرسه. پیشگویی من هیچ وقت اشتباه از آب در نمیاد قربان. من کارم درسته. یه بکش کنار. پس این چیه؟ خفشو متقلب. تو گفتی من هیچ وقت صدمه نمیبینم، ولی اون مثل یه خر منو کتن زد. خفشو نزد. اگه یک بار دیگه پیشگویی کنی خودم دندوناتو خورد میکنم. کوفت. این دود مال چیه قربان؟
داداش شما ولش کن، خودم خدمتش میرسم. بریم داداش، بسپارش به من. بعدم میبینم. سلام راجکومار من، فردا با هم میای معبد؟ برای چی معبد؟ قرار ازدواج کنیم؟ فردا مراسم عبادت پارواتیه. اگه یه زوج با هم این مراسم رو انجام بدن هیچ کس نمیتونه مانع ازدواج خوشبختیشون بشه. گردنبند ازدواج رو یه ساری هم برای پیشکش بیار، یادت نره. رو چشم آب نباد، تو میدون روستا میبینمت، با هم دیگه میریم معبد. یه دونه من باشه، خدافظ. بجام اگه یه زوج با هم این مراسم انجام بدن هیچ کس نمیتونه مانع ازدواج و خوشبختیشون بشه. ببین یه ساری قرمز هم آورده به همراه منگسوترا برای پیشکش. بعد از ازدواجمون واسه ماه اصل میبرمت پاریس و توی یه هتل مجلل یه اتاق پر از گل برات میگیرم. سلام رومئوی من، چاندرا داره با شیوراژ میره معبد تا به درگاه خدا دعا کنه و شیوراژ هم کمکت میکنه تا شخصا به دیدن خدا بری. گوشی دستت باشه با شیوراژ صحبت کن. خوب گوش کن، من آشپزی یاد گرفتم. تو نون پرشده با مرغ دوست داشتی مگه نه؟ این همون غذایی که باش تو مراسم عزاداری دست همه پذیرایی میکنم. حضار محترم، من فقط یه انگیزه دارم و اون اینه که شما در آسایش باشید. من حاضرم 100 بار دیگم احسابو فقط برای شما منحل کنم. زنده باد کالیان لوکسما، کی کف پرد کرد؟ آهای خفه شو، تو یه دزدی. دفعه آخرم از این وعده دادی ولی هیچ کاری نکردی. اگه بازم میخوای گورمون بزنی، اینا آدمای منن، همشون هم مسلحن. رو ببینن خلاف کنید. اونا تیکه تیکت میکنن. بزنیدش، بگیریدشون، بزنیدشون. بگیر جامعت. فقط اینا نیستن، بقیه افرادم هم دارن با ماشین میان. اونا همه تونو میکشن. اون ما رو تو درد سر میندازه. منتظر چی هستین؟ جلوی ماشینا رو بگیرید. با شما بزنیدشون، بزنیدشون. جلوشون رو بگیرین، جلوشون رو بگیرین. مارتی که قربان اون ماشین شیوراجه. چه؟ ماشین شیوراج؟ کنار کنار کنار، برید کنار کنار کنار. یکی از آدمای تو به طرف اون کفش پرت کرد، گرد همایی ما رو قطع کرد. اون افراد من نیستانه، براشون کنار. رابط کن. برادر سوء تفاهم شده. دوستان عزیز، اونا افراد شیوراج نبودن. من مرد صلح طلبی هستم، خواهان دوستی و برادریم. لطفاً متفرق بشید، متفرق بشید. چاندا کجاست؟ راجکومار اون چاندرا رو با خودش برد. پدر و مادرتون کجان؟ اگه پدر و مادرم زنده بودن اسمم فقط راجکومار نبود. چندا تنها کسی که دارم. و مال تو؟ من فقط یه عمو دارم که اونم اینجا نیست. زود باشین،
اگه میتونستین از بزرگترتون دعای خیر بگیرین خیلی خوب میشد. بزرگترشون درست همینجان به موقع رسیدیم. واسه ما اونا مثل بچه های خودمونم. خدا پشت و پناهتون باشه. سلام. اون بیشرف کجاست؟ با هم دیگه دعوا نکنین، با عشق زندگی کنین. یکم دیر کردی. رومئو همینجا بود، ما هم دعامونو تموم کردیم. نگران نباش پسرم، ما از ته دل براشون دعای خیر کردیم. اونا زندگی خوش و خورم. رومئو من آورد اینجا ولی نمیدونم چجوری برگردم. تو منو میبری خونه مگه نه؟ چی؟ زندگی قرار بود در جهت عقربای ساعت بچرخه، چطوری برعکس چرخی؟ خدا نگهدار. بیا دیگه بیا. برو. راجکمار گفت واسه ماه عسل منو میبره بانکوک تو سویت مخصوص ماه عسل. ساری که برام خریده رو میپوشم و میشم زیباترین عروس شهر. نظر قربونی رو به کمرم میبندم تا مانع چشم حسودشم. قبل از ازدواج با من هر کاری دوست داری میتونی بکنی. 24 ساعت. اون فقط 24 ساعت وقت داره. بعدش تو مال من میشه و من انتقاممو ازش میگیرم. حالا گازو رئیس، من بالاخره راجکمار رو دستگیر کردم. اون الان اینجاست. فوراً بیاین اداره پلیس و خودتون شخصا به خدمتش برسید. حالا قدرت پلیسو درک میکنی؟ نه رئیس جمهور و نه نخست وزیر نمیتونن کسی رو بکشن. فقط پلیس اجازه کشتن داره. فهمیدی آقای راجکمار؟ هلو؟ بله. چشم. اگه زودتر به میگفتی دستگیرت نمی کردم. عذر میخوام، منو ببخش. به تو بیشتر میاد. من باش بدرقتون میکنم. بفرمایید. حالت چطوره گلوله من؟ آماده برای شلیک کردن. همه چی به زمان بستگی داره. وقتی زمانش برسه حتی کوچکترین چیزم میتونه باعث یه انفجار بزرگ بشه. آدمای ترسویی مثل شیوراج و پارمار تهدیدم کردن که نمیتونم پامو اینجا بذارم، ولی من تونستم این کارو بکنم. راجکمار واسه آجیت چاکا کار میکنه. اون اومده اینجا تا شما دو نفر رو بکشه. اومده تا تمام منطقه رو تصرف کنه
و محموله هاتون رو ازتون بگیره. آفرین رومو. کی تحویلش میدی؟ محموله هاشون تو مشتمن. هر وقت که بخواین تحویلتون میدم. نگه دار. جنسا که همه اینجان. پس چرا درباره دوزی حرف میزد؟ تا جیچت کنه احمق. میخواسته بفهمه جنسا کجان. همه جنسا رو جا به جا کنین. اینم تمام محموله های شیفرج. تحت تاثیر قرار نگرفتم چون میدونستم این کار واسط خیلی آسونه. قربان کامیون خالیه. تو باهوشترین آدم من هستی. با این حال شیفراج تونست گولت بزنه. میدونی چرا؟ یه دختر. وقتی 18 سالم بود عاشق یه دختر شدم. 16 کیلومتر زیر آفتاب داغ فقط واسه یه نظر دیدنش با دوچرخه میرفتم. کار از یه طرف، عشق از طرف دیگه. کار عشق. نمیتونستم رو کارم تمرکز کنم. پس دیگه از اینجا فکر نکردم، بلکه از اینجا فکر کردم. من کشتمش. حالا ببین الان کجا هستم. تو هم بکشش. اون وقت موفق میشی. اینطور نیست؟ خوشت نیمد؟ مشکل و ضعف تو با عشقه و مشکل و ضعف من با باختن. من هر کاری میکنم تا برنده بشم. عشق تو رو بی مصرف کرده، وگرنه تو آدم مفیدی بودی. تاکا مواد میخواست و من چاندرا رو. من برنده شدم و تو باختی.
افرادی مثل ما میتونن دشمنیشونو به دوستی تبدیل کنن. آدمای بی ارزشی مثل تو هیچ وقت اینو نمیفهمن. بایستو ببینم. حالا بگو کی برنده شد؟ بگو کی برنده شد؟ بگو. تو برنده شدی. برو تو ماشین بشین. آفتاب خیلی شدید. نه خواهش میکنم دارم میرم. تو خدا نکن. دارم میرم. کثافت. ببرین دفنش کنید. دوستیمون مبارک باشه شیوراج. برای تو هم همینطور. تو دختره رو به دست آوردی، منم جنسا رو. کی ازدواج میکنی؟ همین امشب. چانتا فقط مال منه. با کشتن راجکمار به همه ثابت کردم کی هستم. امشب به تو هم ثابت میکنم. بیندو. بله. چاندرا رو حاضر کن بیارش بیرون. چشم. عروسی منه. من باید برقصم. تو چرا میرقصی؟ آخ خاک عالمون چطوری زنده مونده؟ راجکمار! برو آهای بزنیدشون. اگر شما میتونیم برای منافعتون با هم دست دوستی بدین، پس ما میتونیم با هم دست دوستی بدیم.
به خاطر دوستی. یه مش بزدل میخوان با یه دلاور طرف بشن. این دفعه ما صبر کن. شیوراج، من برای پول هر کاری میتونم بکنم، پس فقط فکر کن واسه عشقم چه کاری میتونم بکنم. عروسی روز دشریه ها؟ پس همه چیزو تدارک ببین، خونه تو و در حضور تو. اما من با چاند ازدواج میکنم، نه تو. اگه میتونی جلومو بگیر. هی اول برو مثل یه مرد واقعی راجکومار منو شکست بده، بعد بیا سراغ من. اون وقت باهات ازدواج میکنم و ساری عروسی تو رو میپوشم. باز فطرت، میدونی کجا وایسادی و با چی داری حرف میزنی؟ لعنت به تو، کثافت دست و پاتو میبندم و جلوی چشمت باهاش عروسی میکنم. نگاه کنین، خوب ببینین، تماشا کنین. اگه هر کدوم از شما از دستوراتم اطاعت نکنه این اتفاق برش میفته. چی فکر کردین ها؟ شما همتون یه مش بزدلین.
گارد داشت. گارد داشت. من عاشقشم. آفرین راجکومار، آفرین. اتفاقاتی که افتاده رو فراموش کن. اینجا هیچ مسئله شخصی نیست. همه چی تجارته. من همیشه میدونستم که تو واقعا موفق میشی. حالا من ساکت شو.